برای اینکه بتونی دیزاین مهر و شابلونتو به خوبی انجام بدی این ویدیو رو نگاه کن. برای این دیزاین میتونی از لاک جل، پینت جل و استامپینگ جل استفاده بکنی که بهتر استامپینگ جل باشه. یه مقدار از رنگ تو بردار بذار روی طرحی که انتخاب کردی و با استفاده از یه کارت بانکی بکش روی طرحت. توجه داشته باش که همه نقاط یکسان رنگ پخش شده باشه و همینطور هیچ گونه کثیفی در مابقی جاها نباشه. در نهایت مهرتو بردار از سمت راست به چپ بخوابون روی شابلونت. حالا طرحت آماده است که روی ناخن بخوابه. وقتی که میخوای روی ناخن بخوابونیش از داخل ذره بین نگاه کن که دقیقاً میخوای کجای ناخنت کدوم طرحت قرار بگیره و همونو مستقیم بذارش روی ناخن. برای تمیزی مهرت نکتهشو داخل کپشن بهت گفتم که چجوری تمیزش کنی. در نهایت اگر جایی از ناخن خالی مون میتونی 2 مرتبه از مهرت استفاده کنی و اون جاها رو پرش کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود خوشحال میشم منو به دوستات معرفی کنی.